چند بار شده به چیزی بله گفتی در حالی که درونت فریاد میزد نه؟ بزرگترین دلیل شکست خیلیا اینه که نمیتونن نه بگن. گاهی یک نه ساده میتونه آیندت رو تغییر بده. اگه میخوای بدونی چرا، تا آخر این داستان با من همراه باش. مایک پسر جوانی بود که در یک روستای کوچیک زندگی میکرد. اون همیشه به همه بله میگفت، حتی وقتی خودش کارهای مهمی داشت. یه روز قبل از امتحان مهم مدرسه، همسایه‌شون ازش خواست برای جمع‌آوری محصولات کشاورزی کمکش کنه. مایک با وجود اینکه باید درس میخوند، گفت بله. نتیجه این شد که خسته و بی‌تمرکز سر جلسه امتحان حاضر شد و نمره پایینی گرفت. حتی یه روز دوستانش از او خواستن که تکالیفشون رو انجام بده. مایک شب تا صبح مشغول نوشتن تکالیف دیگران شد و صبح اون روز نتونست تکالیف خودش رو کامل کنه. معلمش اون رو سرزنش کرد و فرصت کسب نمره خوب رو از دست داد. یه روز دیگه پیرزن همسایه از اون خواست برای آوردن آب از چشمه کمک کنه. مایک قبول کرد، اما همین باعث شد دیر به جلسه تمرین فوتبال مدرسه برسه و مربی اون رو از تیم اصلی کنار گذاشت. کم کم مایک احساس کرد زندگیش دیگه مال خودش نیست. هر روز فرصت‌هاش رو از دست میداد چون نمیتونست نبگه. یه روز در میدان روستا روی نیمکت نشست و آهی کشید. پیرمردی دانا که از اهالی قدیمی روستا بود کنارش نشست و گفت مایک چرا انقدر خسته ای؟ مایک جواب داد چون نمیتونم به کسی نبگم. همه از من چیزی میخوان کمکشون کنم و من همیشه قبول میکنم. پیرمرد لبخند زد و گفت تمرینی برات دارم. هر بار کسی چیزی از تو خواست، قبل از جواب دادن 3 نفس عمیق بکش و از خودت بپرس آیا این خواسته با آرامش و آینده من هماهنگه؟ اگه نبود با احترام بگو نه نمیتونم. مایک اولش ترسید اما امتحان کرد. وقتی دوستش دوباره ازش خواست که تکالیفش رو بنویسه، مایک نفس عمیقی کشید و گفت نه نمیتونم. باید روی درس خودم تمرکز کنم. دوستش تعجب کرد اما پذیرفت. مایک احساس کرد باری از دوشش برداشته شد. از اون روز به بعد یاد گرفت که نگفتن به دیگران در واقع بله گفتن به خودشه. نگفتن یعنی حفظ فرصت‌ها. وقتی به خواسته‌های بی‌پایان دیگران بله میگی، فرصت‌های خودت رو از دست میدی. فرصت درس خوندن، رشد شخصی یا حتی استراحت. نگفتن یعنی انتخاب آگاهانه برای نگه داشتن این فرصت‌ها برای خودت. نگفتن یعنی احترام به خود. هر بار که بدون میل و توان خودت بله میگی، در واقع به نیازهای خودت بی احترامی میکنی. نگفتن یعنی ارزش قائل شدن برای زمان، انرژی و آرامش خودت. نگفتن یعنی ساختن آینده‌ای که متعلق به خودت باشه. آینده تو با تصمیم‌های امروزت ساخته میشه. اگه همیشه زندگیت رو صرف خواسته‌های دیگران کنی، آیندت هم به دست اونها شکل میگیره. اما وقتی یاد بگیری نه بگی، در واقع مسیر آیندت رو خودت انتخاب میکنی. نگفتن یعنی انتخاب آگاهانه، نه بی احترامی. خیلی ها فکر میکنن نگفتن بی ادبیه، اما در حقیقت نگفتن محترمانه یعنی تعیین مرزهای سالم. این مرزها باعث میشه روابطت پایدارتر و سالمتر باشن. نگفتن یعنی بله گفتن به خودت. هر نه به خواسته های غیر ضروری دیگران، یک بله به آرامش، تمرکز و رشد شخصی خودته. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون این کارتون به ما انرژی میده. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.